تنفروشی راه حل مشکلات زندگی نیست. یگانه عذری که زنان فاحشه و تنفروش بیان می کنند این است که میگویند مشکلات زندگی ما را به همین راه وادار کرد. پس ای کسی که به تنفروشی مشغول هستی به سوالم جواب ده. وقتی خداوند در روز حساب و جزا از تمام آن زناکاری هایت بپرسد چه جوابی خواهی داد؟ همین عذری که بیان میکنی میتوانی در پیشگاه خداوند آن را بیان کنی و بگویی که مشکلات زندگی مرا به همین راه وادار کرد. آیا میدانی که زناکاری چقدر گناه بزرگ است و عاقبت آن خیلی خطرناک است؟ بلکه راه حل مشکلات زندگی در پرهیز کردن از حرامهای خداوند است، نه اینکه در حرامها غوطه‌ور شوی و عاقبت خود را تباه و برباد کنی. خوب گوش انداز ای کسی که به تنفروشی مشغول هستی. الله رب العالمین می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی که تقوا پیشه کند، یعنی از حرامهای خداوند پرهیز نماید، خداوند برای او از تمام مشکلات برآمدگاه میسر می کند و او را از جانب رزق می دهد که امیدش را ندارد. صدق الله العظیم. پس ای خواهر مسلمان، از تنفروشی و زناکاری دست بکش و زندگی حلال و پاکیزه را آغاز کن. یقین بدان که به سبب پرهیز کردن از حرام ها عزت و سربلندی و رزق و روزی فراوان نصیبت می شود. این وعده پروردگار است. چرا شما این را نمی فهمید؟ به خاطر مال اندک دنیا هرگز به تنفروشی و زناکاری دست مزن که در همین دنیا شرمنده و رسوا و ذلیل و خوار می شوی. پروردگارا به زنان مسلمان شرم و حیا عطا فرما و از راه زنا و فحشا همه ما را دور بگردان. آمین یا رب العالمین.